سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در شهر زیبای آستارا. امروز شنبه 9 تیر ماه و ساعت حدود 10 صبح. همه آستارا رو با بازار ساحلی و گردنه زیبای حیران میشناسن. این شهر در 70 کیلومتری اردبیل و در 180 کیلومتری مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت قرار داره. اهمیت آستارا به خاطر ارتباط اون با کشور آذربایجانه. این شهر شرقی ترین شهر استان گیلان محسوب میشه که به زبان ترکی صحبت میکنن. گردنه زیبای حیران با طبیعت وصل نشدنیش استان اردبیل رو به این شهر زیبا وصل میکنه که به زودی ولاگ رانندگی و گردش در اون رو برای شما عزیزان در کانال قرار میدیم. امروز قرار رانندگی در سطح شهر داشته باشیم. بازارچه ساحلی این شهر مرکز فروش انواع وسایل و لباسهایی است که از کشور آذربایجان وارد میشه و در گذشته قیمتش به نسبت ارزان‌تر از جاهای دیگه بود، ولی الان بالا بودن قیمت ارز تفاوت چندانی با جاهای دیگه نمی‌کنه. مردم این شهر بسیار مهمان نواز و دوست داشتنی هستند و از جاهای دیدنی این شهر میشه به تالاب استیل، آبشار لاتون، ساحل صدفی زیبا، پارک جنگلی بیبی یانلو، قله اسپیناس و روستای کتکومه اشاره کرد. به زودی ولاگ زیبایی از جاهای دیدنی این شهر مثل تالاب استیل کانال قرار میده. بنابراین لینک پلیلیست مربوط به این شهر رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار میدم. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.